روز تو تاکسی نشسته بودم، یه دفعه اونی که جلو کنار راننده نشسته بود، یارو مرسی هیکله، گفت چی؟ گفتم هیچی. دوباره بلندتر گفت چی؟ گفتم به جان خودم هیچی. بلندتر این دفعه گفت که چی؟ گفتم خدا شاهده هیچی، معذرت میخوام اگه سوء تفاهم شده. دوباره بلندتر گفت چی؟ مطمئن شدم یه تخته کم داره. گفتم آی راننده جان مادرت واسا، میخوام پیاده شم. راننده گفت بشین سر جات بابا، ایشون داره عطسه میکنه. آفرین به تو با این داستان آموزندت که یه تشویق روشنی اینجوری برای خودش داشت. میخوای بگی که آدم باید بفهمه طرف چی میگه تا درست جوابشو بده. این مجری دل شکسته، آره این مجری دل شکسته میخواد بگه که نمیدونه که مقام عظما چی میگه، حاجی رفسنجانی چی میگه، حاجی روحانی چی میگه. خلاصه این حرفا نترس، من کارم اینه که همینو حالیت بکنه. از خودتون یاد گرفتم آقای دکتر که تعریف از خودم تو مرامم نباشه، ولی خدا وکیلی از حق نگذریم بحث قشنگی باز کردم که شما هم تونستین رابطه استراتژیکشو کشف کنین. به خاطر نشست و برخاست است که با خودم داشتم. خب کمیرم ببین یه بار یه حرف شانسی درست در اومد، همچی خودتو گم میکنی که 3 نفرم بگردن نمیتونن پیدات بکنن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو مسابقه اسب دوانی یه نفر $100,000 رو اسب شماره 28 شرط بندی کرد، زد و $500,000 برد. ازش پرسیدن تو چطوری با اعتماد به نفس و اطمینان این همه پول رو اسب شماره 28 شرط بندی کردی؟ گفت هیچی، دیشب خواب دیدم که جلو چشمم یه عدد 6 با یه عدد 8 همینطوری دارن میچرخن. گفتن 6 و 8 چه ربطی به 28 دارن؟ مشنگه گفت مگه 6 8 28 نمیشه؟ به هر حال از بحثی که باز کردم اونچنان به وجد اومدم که به جای سوال دوم بحث دوم باز میکنم. مریدان شیخ را پرسیدند تردمیل چیست؟ شیخ لختی اندیشید و گفت ماکت کوچک مقام عظماست که هرچه سگدو میزنه به جایی نمیرسه. مریدها زجه ها زدند و جامه ها دریدند. آیه دکتر این دفعه همه 6 و 80 دارن میشن 28 ها. وضعیت عظما الان همین طوریه که این گفت، نه جلو نه عقب، عین نشستن رو اره. نمیخواد کوتاه بیاد جلو حاجی رفسنجانی روحانی، چون رو که بده آستری هم میخوان بعد دیگه دکش میکنن. نمیتونه یه لغت بزنه زیر دم و دستگاهشون بریزتشون به هم، چون هنوزم که هنوزه اسم فتنه 88 که میاره یه رب طول میکشه که نفسش به سر جاش و فشار خونش برگرده. بالاخره با حاجی رفسنجانی به توافقی برسن دیگه. آخه یه دست که صدا نداره. البته این ضرب المثل مال قبل از اختراع بشکن بوده، صدا داره، خوبم صدا داره، ولی این بدبخت دست شکسته ناشو نداره که صدا رو در بیاره. یعنی نمیتونن یه راه حل درستی پیدا کنن براش های دکتر؟ کی؟ یه ساعت داریم توضیح میدیم از چی تعریف میکنیم پس ما؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن ماره گفت بسوز پدر روزگار. تو باغچه یه ساعت با یکی درد دل کردم، فکر کردم دوست علاقمند گیر آوردم، آخرش فهمیدم که طرف شیلنگ بوده. روشن شد یا چی بذارم که دکتر یه نامه رسیده از نقدی رئیس بسیج، نوشته در مورد رد صلاحیت ها کمکاری شده، باید بیشتر رد می شدن. ما که شانس نداریم یه آدم پیدا بشه که از ما اون سوال بکنه. همیشه این مشنگه سوال میکنه. آدم بدشانس تو قرعه کشی بانک هم که شرکت بکنه برای 6 ماه زندون در میاد. نقدی رو موقتا داخل آدم حساب کنید که برنامه 20 سال نمونه. آخه آدم حساب کردن بعضیا خیانت به هرچی گاو و گوسفنده. هر وقت این نقدی حرف میزنه یاد راهنمود مرحوم ابوی میافتم که همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن بعضی حرفا رو نباید زد ولی بعضی آدما رو باید زد تا دیگه از این حرفا نزنن. بالاخره در این وضعیت خطیر نظام راهنمود شما توی جمله به بسیجی‌های دلواپس چیه آیه؟ یه جمله، به جای این که به گذشته نگاه بکنین و افسوس بخورین، به آینده نگاه بکنین و مایوس بشین و حالتون گرفته بشه. آیه دکتر من با تاییدیه که در ابتدای برنامه از خود شما در مورد مباحث استراتژیکی گرفتم،
در بخش پایانی سکان هدایت برنامه رو به عهده میگیرم و خودم با یه نصیحت استراتژیکی به حاجی رفسنجانی نظام رو در مسیر نجات قرار میدم. حاجی رفسنجانی، دلت نمیسوزه برای این عظمای بدبخت که خودت ولی فقیهش کردی؟ نمیبینی چطوری میزنن تو سرش؟ محل سگم بهش نمیذارن؟ همه چیز گرون شد ولی به این هنوز میگن روزخونه دوزاری. تحریما که نفلش کرده، تو سوریه که پوزش هر روز میزنن، زورش به رد صلاحیت تو هم نرسید. هر شب از خواب میپره و جیغ میزنه فتنه فتنه. اصلا قراره چند تا میدون به اسم عظما بزنن، بس که همه شروع کردن عظما رو دور زدن دیگه. کسی براش نمونه بدبخت. کمیت که مهم نیست، کیفیت مهمه که متاسفانه مقام عظما اونم نداره. صبر کن ببینم ناکس، توی این برنامه ما چی نگفتیم؟ تو خود همینجوری زیپ دهنو کشیدی، هر چه دهن دمه مقام عظما گفتی بدبخت بیچاره رو. دوربین دعوا نکنیم، خوبیت نداره. مگه بار اولمونه؟ صبر کن اینا، ولی راست میگی، باشه جلو دوربین دعوا نمیکنیم. آقا اون دوربین رو خاموش کن. ناکس تو فکر کنی